درود به مهمانان صحیفه هزار کتاب و هواداران کلام بدیع. با شما استراحت خوب و باریده آرزومندیم. صحبتمان از کتاب و احترام کتاب. آرزومندی آن هستیم که دائما با کتاب همنشین و با کتاب هم صحبت باشد. کتاب در همه دور و زمان رفیق و مونس انسان بود. نیاگان ما همیشه در گهواره بالای سری کودک کتاب میگذاشتند. قرآن مجید و کتاب حافظ را. انسانهای اندیشمند همیشه کتاب را چون گهواره که چشم نگاه داشته محافظت میکردند. اینک بیش از 28 سال است که در زمان استقلال زندگی میکنیم. سالهای اولی استقلالیت تاجیکانی تشنه معرفت یکباره رو به کتاب آوردند. اثرهای نو به نو، تالیفات جدیدی عالمان و نویسندگان را انتظاری میکشیدند. اکنون در خانه هایی که بیش از 70 سال خالی بود کتاب قرآن کریم پیدا شد. با وجود آنکه از خواندن آن محروم گردیده بودند، این راهنمای واقعی را میبوسیدند و دیده ها میمالیدند و از همه بالا جای دادند. آدمان به غذای نفسانی کمتر توجه میکرد داشتند و بیشتر برای دریافت غذای معنوی میکوشیدند. روزنامه میخواندند، از رادیوی تلویزیون با صحبت عارفان و ادیبان و عالمان گوش میدادند. کتاب همه را هوشیار کرد. قریب که تمامی روشنفکران و پیشوایان ما را با هم آورد. از این غلبه کتاب و معرفت و هوشیاری مردمی با فرهنگ تاجیک رشک دشمنان بالا گرفت و میان ما که اکنون به خود آمده و خود را به شناختن سر کرده بودیم فتنه برپا کردند. برادر را با برادر جنگ انداختند و آنها را کوشش جدا کردن نمودند و با احساسات و مهربانی ما از نو زهر پاشیدند. عقلهایمان را تیره، وحدتمان را پراکنده کردند و از نو ما را از کتاب و معرفت دور کردند. اما خدا را شکر که با وجود آنکه چندین شاخ و برگمان را خشک و نابود کردند و سوختند، ولی نتوانستند تا به ریشه ما برسند و این ریشه از نو قوت گرفت. شاخ و برگ تازه از آن رویید. ملتی صاحب تمدن و باهوش از نو رو به صلح و صلاح آورد و الحال درخت استقلالی کشور منتظم سرسبزتر و پرثمرتر میگردد. با شرافت تحکیم صلح و استقلال اکنون آدمان رو به فرهنگ و معرفت آوردند. از فیض استقلال ایجادکاران به الهام آمدند. صدها کتاب ها ایجاد کردند. صدها چاپخانه نشریه ها به فعالیت شروع کرد. کتاب های گوناگون مضمون و رنگارنگ به تب رسیدند و از این جریان خدا را شکر حالا با مرام ادامه می‌یابد. باعث سرفرازی است که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان دائما در سخنرانی‌هایشان از مردم کشور دعوت به عمل می‌آورد که رو به معرفت بیارند. خود را شناسند. عنعنه‌های نیک معرفت پروری و انسان دوستانه نیاگان خویش را از نو احیا نمایند. محض با دستگیری و امر و تاکیدات سروری دولت برای رشد کتابخانه ها، طبع و نشر، قرار و قانون های ضروری به ترتیب رسیدن و فعالیت مؤسسه های چاپ و ترغیب کتاب منتظم رو به بهبودی می آورد. امروزها مسلم است که طبیعت انسانی گونه است که همیشه با مطالعه نیاز دارد. در کجای نباشد، خواه در راه و یا خانه، ناخواسته چشمش به نوشتجات بر میخورد و آن را البته نادیده نمیگیرد.
از این رو انسان همیشه با خانش توجه دارد، سری کامپیوتر باشد یا درس و یا جای دیگر. البته انسان از تمام جزهای طبیعت و جمعیت محض توسط عقل و فراست و ذکاوت بزرگ خود فرق میکند. لیک عقل و ذکاوت به مطالعه کتاب و آموختن بهترین فضیلت های انسانی به دست نمی آید. کتاب در حیات چون آموزگاری حقیقی انسان ها بوده مقام و اهمیت خاصه دارد. خواننده از مطالعه ادبیات بدیعی دانشش را مکمل گردانیده برای خود جهان دیگری را کشف می نماید. چون که کتاب منبع یگانه پیدایش علم و دانش و فضل و احسان انسان کامل به شمار می رود. اگر کس به مطالعه و آموزش کتاب مشغول شود، در قیاس از دیگران با رفتار و گفتار و کردار نیک و عبرت‌آمیز فرق می‌کند. کتاب به انسان بهترین رازها، معلومات‌ها و مختص‌های ضروری و حیات آفرین را هدیه می‌سازد. برای ما دوستی با وفا، مصلحتگری به همتا، رفیقی بی‌غرض، بهترین یاور، همدم و همصحبتی موافق این کتاب است. درس زندگی، کار و فعالیت و دانش و معرفت را کتاب می‌آموزاند به ما. در وقت مطالعه اثر، رمان، آچر و دیگر ژانرها کس چون قهرمان اثر اشتراکچی و شاهد بسیار حادثه و واقعه ها می‌گردد که در زندگی خود آنها را واخورده است. با مطالعه آدم دانش و جهان باطنیش را وسیع می‌گرداند. زیرا کتاب کلیدی در علم و معرفت، اساسی خیرت و ذکاوت، گنجینه فرهنگ و مأخذی نور و ضیا، ترغیبگری هر شادی و آبادی، حیاتی خرم و پرنشاط، علم و ادب استوار میباشد. کتاب به هر شخص تأثیرات عمیق میبخشد. در ردیف مادر و وطن ارزنده ترین مقدسات به حساب میرود. حیات را به دانش که از کتاب معشه میگیرد تصور کردن امکان پذیر است. ملت ما با کتاب و کتابخوانی با ذکاوت و معرفتناکی خود در جهانی متمدن مقام شایسته کسب کرده است. گوهر دانش از کتاب به دست می آید. انسان می تواند با واسطه کتاب به ادبیات و فرهنگ، سیاست، اقتصادیات های مملکت های زیاد آشنا گشته عالم را سیر کند. واقعا در یگان دور و زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور نمود. خوشبختانه عنعنه نیکی گذشتگان یعنی صنعت کتابداری و سخنسازی امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما موقع شایسته دارد. هر روز از طریق نشریات های دولتی و خصوصی صدها کتاب به نشر رسیده همچون نعمت بزرگ به خوان معنوی مردم گذاشته می شود. یادآور می شویم که یکی از وظیفه های اساسی نشریات این قانع گردانیدن نیاز استفاده برندگان یعنی خوانندگان با ادبیات و فوری پیشکش نمودن اطلاعات ضروری می باشد که کارمندان نشریات برای خوانندگان دسترس نمودن ادبیات های ضروری سعی و کوشش خود را دریغ نداشته بهر گلگلشکوفایی تاجیکستان عزیزمان و پیشرفت جامعه و بلند برداشتن سطح دانش آموزی نسل نورست و جوانان و معرفتناکی آنها حصه گذار می باشد. کتاب خوب استاد بی‌منت است. آثار کلاسیکان نیز توسط کتاب تا زمان ما رسیده است. اگر دقیق‌تر اندیشه کنیم
کتاب رفیق جانی انسان است. در لحظه وزنینی به خصوص تنهایی کتاب در بین ماست. بیهوده نگفتم. انیسی کنج تنهایی کتاب است. فروغی صبح دانایی کتاب است. شخص از کتاب‌های خوانده‌اش درسی آداب و اخلاق آموخته. برای خوبتر و خوشتر گذراندن عمر کمر ایمان می‌بندد. نکوکار و وطندوست تربیت یافته به کمال می‌رسد. از این رو باید جوانان به قدر کتاب برسند. وقتی پرقیمت خود را به بیهوده‌گردی و کارهای ناشایسته صرف نکرده بیشتر کتاب خوانند تا در زندگی دشواری سد راه آنها نگردد. بزرگان عقیده دارند که تکرار مادر دانش، یا به قول دیگر خوانید و باز خوانید. برای آنکه شخص خردمند گردد پیش از همه باید علم و دانش آموزد. علم و دانش در نتیجه مطالعه به دست می آید. کتاب است که برابر باز نمودن صفحه اولینش در علم و دانش خرد و فرهنگ را باز میکنند و بیواسطه ما را به عالم معنی هدایت می نماید. کتاب را در آموختن علم و ادب ارزنده ترین و پاینده ترین مأخذ می شمارند. کتاب پدیده است که توسط مطالعه آن انسان از بداخلاقی، محتاجی، غم و درد و غیرها رها می‌یابد. در حیات تمام بزرگان عالم چون ارسطو، افلاطون، خیام، سنایی، رودکی، حافظ، سعدی، بیدیل بر اینها محض توسط مطالعه این مأخذ بزرگ به جای رسیدند. شاید آنها از روی مقال بزرگ ز گهواره تا گر دانش بجوی عمل کرده باشند. خلاصه کتاب سرمایه خیرت، ثروتی بی‌بها، کانی گنج و معرفت و جمع الفاظ نکوست که انسان را به راستی و راستکاری، خردمندی و مردانگی، متانت و بزرگی هدایت میکنند. پس باید شتاب کرد، کتاب‌های بزرگ و نادر دریافت، مطالعه کرد، علم و معرفت آموخت، بیدار زیست، عمل کرد تا انسان اصیل بود. زیرا کتاب چون گنج بی‌بها تنها با راهی راست و خیرت والا راهنمون میسازد. زیرا کتاب کلیدی دری علم و کاشانه معرفت، اساس خیرت و ذکاوت، گنجینه فرهنگ و مأخذ نور ضیا، ترغیبگری هر شادی و آبادی، حیات خرم و پرنشاط، علم و ادبی پایدار و استوار میباشد. عزیزان دل، ما در سامانه صحوه را در سامانه باز کردیم با نام 1000 کتاب. عزیزان دل، با ما در سامانه دوست شوید و با دوستی قبول کنید. ما برای شما برای 1000 کتاب معلومات میدهیم. از خاطر تگمچه قید را فراموش نکنید. ما با شماییم، هواداران کلام بده.